سلام، با اتود چهارم در خدمتون هستم. نکته‌ای در مورد نوت اتودها خدمتون عرض کنم. در انتهای هر ویدیو نوت مربوط به همون اتود گذاشته شده. کوک سازمون دو، سل، دو، دو هستش و سیم اولمون برابر با سی کوک شده. این اتود در مایه چهارگاه قرار گرفته شده و از سیم دوم شروع میکنیم. دقت کنید همون اول یه انگشت اومدیم به سمت پایین و باز اینجا انگشت گذاریمون عوض میشه و انگشت یک روی سل قرار میگیره. اینجا لا به سل اشاره داده میشه و جمله بعدیمون رو با مزار راست شروع میکنیم. دقت کنید دو تا پایه اول انگشت دوم روی نوت دو بود و دو تا پایه آخر انگشت یک اومد روی دو قرار گرفت به این صورت. در اینجا دقت کنید تمامی مضراب‌های چپمون روی دو دست باز روی سیم بم اجرا میشه به این صورت. یک بار بدون توضیح براتون اجرا میکنم. با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان.